سلام رفقا، خوش اومدیم به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره با UI و تنظیمات UI آشنا بشیم. برای اینکه ما بتونیم داخل بازیمون هر چیزی که مربوط به UI هست رو نمایش بدیم، مثل متن، تصویر و دکمه، باید از کنوس استفاده بکنیم. برای اینکه ما بتونیم کنوس رو اضافه بکنیم، داخل پنجره هایرارکی راست کلیک میکنیم، از قسمت UI اینجا کنوس رو میبینیم. میتونیم هم کنوس رو اضافه بکنیم و هم یکی از گزینه‌هایی که مربوط به UI هست رو انتخاب بکنیم، مثل تصویر، که همراه با تصویر برامون کنوس و ایونت سیستم که مربوط به خود یونیتی هست رو برامون اضافه بکنه. برای اینکه بتونیم هر چیزی که میخوایم مربوط به UI هست رو نمایش بدیم، باید داخل کنوس قرار بدیم، مثل گفتم تصویر، متن و دکمه. داخل UI سیستم نمایش جوریه که هر آبجکتی که پایین‌تر از بقیه قرار بگیره اول اون نمایش داده میشه. حالا یعنی چی؟ همینجا که میبینید تصویر من سفیده، ازش یه دونه کپی میگیرم و رنگ کپیش رو قرمز میکنم. همینطور که میبینید داخل کنوس ایمیج یک من که پایین‌تر از ایمیج قرار گرفته، بزنین اسمش رو تغییر بدم. مثلا اسم یکیش رو میذارم 1 و اون یکی میذارم 2. اگه نگاه بکنید شماره 2 ما چون پایین‌تر از شماره 1 قرار گرفته، اول به ما شماره 2 که رنگش قرمز هست رو نمایش میده. من میتونم با جابجا کردن این دوتا، مثل همین الان که شماره 1 رو آوردم پایین‌تر، رنگی که میخوام نمایش بده رو تغییر بدم. اگه 1 پایین قرار بگیره به من سفید رو نمایش میده و اگه 2 پایین قرار بگیره به من قرمز رو نمایش میده. پس چی شد؟ هر آبجکتی که پایین‌تر از بقیه قرار بگیره اول اون رو نمایش میده و بعد بقیه. خب من شماره 2 رو پاک میکنم چون بهش احتیاج نداریم. اگه نگاه بکنید داخل پنجره سین، این ایمیجی که ما داریم خیلی بزرگه و از داخل کامرامون زده بیرون، اما داخل گیم اینطوری نیست. و همچنین اگه اندازه صفحه رو من تغییر بدم، این ایمیج هم کلا غیب میشه و به من نمایش نمیده. که اگه بخوایم از بازی خروجی بگیریم، توی گوشی‌های مختلف ممکنه این ایمیجمون جابجا بشه یا اصلا نمایشش نده. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، من اندازه صفحه رو برمیگردونم به قبلی. خب برای اینکه مشکل پیش نیاد، روی کنوس کلیک میکنیم، از داخل کامپوننت کنوس رندر مودش رو روی اسکرین اسپیس کامرا قرارش میدیم و کامرامون رو به رندر کامرا میدیم. حالا اگه نگاه کنید اندازش اندازه کامرامون شد. و از داخل کامپوننت کنوس اسکیلر UI اسکیل مودش رو روی اسکیل وید اسکرین سایز قرارش میدم. داخل گیم، پنجره گیم، برای صفحه ما یه دونه اندازه نوشته که اندازه صفحه من 2960 در 1440، که این اندازه رو باید داخل این دوتا اینپوت بنویسم. پس می نویسیم 2960 در 1440. حالا اگه نگاه کنید من اندازه صفحه رو تغییرش بدم، به هیچ وجه دیگه غیب نمیشه. و اگه نگاه بکنید من بیام صفحه رو از حالت افقی به عمودی تغییرش بدم، این ایمیج من از سمت چپ پایین که قرار گرفته بود به بالا حرکت میکنه و تقریبا وسط قرار میگیره. برای اینکه این مشکل هم پیش نیاد، روی ایمیج هم کلیک میکنم که شماره 1 گذاشته بودم اسمش رو، از داخل این قسمت من میام محلی که میخوام قرار بگیره رو عوض میکنم. این گزینه‌ها همش برای اینه که محلی که میخوام قرار بگیره رو تغییر بدم. اگه همینطوری روی هر کدوم کلیک بکنید، اگه نگاه بکنید یه دونه ضربدر اینجا قرار گرفته که تو حالت پیش‌ورز این وسطه. من اگه بیام هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنم، محلش تغییر پیدا میکنه. یعنی این ایمیج من اگه صفحه تغییر بکنه، با استفاده از این گوشه اندازش رو تعیین میکنه. ولی اگه من بیام دکمه آلت رو نگه دارم و یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنم، این تصویر من اندازش و محلش به اونجا تغییر پیدا میکنه.
مثلا اگه من پایین سمت چپ رو انتخاب بکنم، محل قرارگیریش سمت چپ پایین قرار میگیره و اگه یکی از این گزینه‌هایی که آبی هستن رو انتخاب بکنم، اندازه این ایمیجم تغییر پیدا میکنه. مثلا سمت چپ قرار بگیره و از پایین به بالا کشیده بشه، یا از پایین به بالا کشیده بشه اما وسط قرار بگیره و اینم سمت راست، یا میتونم اندازش رو از سمت چپ به راست بکشم اما بالا قرار بگیره، اینطوری هم وسط و اینجا پایین، و یا میخوام اندازش کل صفحه باشه، کل صفحه رو بگیره، این گزینه رو انتخاب میکنم. خب من میذارم سمت چپ پایین قرار بگیره. حالا من بیام اگه اندازه صفحه رو از حالت افقی به عمودی تغییرش بدم، محلی که این ایمیجم قرار گرفته دیگه تغییر پیدا نمیکنه و همونجا که هست باقی میمونه. تنظیمات UI همینا بود، ولی کامپوننت های زیادی برای تکست، باتن و ایمیج داریم که توی ویدیوی بعدی همه اینا رو یاد میدم و یه دونه منوی ساده طراحی میکنیم برای بازیمون. پس تا همینجا این ویدیو کافیه و ادامهش رو تو ویدیوهای بعدی قرار میدم. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.